کاخ ایکلامور یکی از اینجا بگیرم و یه سری به ما خیلی به هتلمون نزدیک بود، تقریبا 1 کیلومتر خورده پیاده اومدیم و یه سری لوکیشن خونه های باحال مال خودشون رو دیدیم، خیلی قشنگ بود. یه زوم کنم استانبول چون حالت دشت و ایناست، مثلا یه سری منطقه بالاتر، یه سری پایین‌تر بعد میشه دید. همسرم که داره گرما خفه میشه، تو نباید یقه سیم پوشیدی دیگه. یه جا لباس پیدا کنیم میخریم برای چرس کنیم. فعلا بریم. جالب که از شانسش هم یه لباس فروشی هم پیدا نکردیم. خونه هاشون رو ببینه، همشون گلمول و این چیزا هم دارن. یه الان یه دونه این موتورا داشتیم قشنگ راحت کاخ ایکلاموره. از قشنگی های اینجا خود کاخ ایکلامور اونجاست. حالا میریم جلو بهتون نشون میدم. اردکاشو اینم کاخ ایکلامور. واقعا این کاخ خیلی خوشگلیه با یه منظره خیلی قشنگ. فقط صدای پرنده ها. اینجا کاخ دورما باغچه هست، این ورودیشه. میکنم که داخل نذارم بریم، ولی خب سردراش هم خیلی خوشگله. اینجا معمولا میان از کنار سردراش عکاسی میکنه. میریم جلوش رو به شما هم نشون بدم. فقط جزئیاتش رو نگاه کنید، خیلی خوشگله. بله صدفه. اینم کوکوروچه، یعنی روده و گوشت و ایناست. حالا بخوریم ببینیم چه جوریه. خب اینطوری بادش میکنیم. بعد برش اولین طبق برش لیمون. بعد اینجوری تو اولین باره خوشمزه است نه؟ اون نمیده؟ اصلا خوشمزه بود؟ آلی ولی بدمزه نبود. افتضاح خوشمزه بود. خیلی خوشمزه بود. اینجا داریم میریم سمت کاخ چراغان. یه قسمت حالت پل داره. اکثر لوکیشن‌های استفاده هم همینجاه.
راحت نیست. بگیر یه رو کنن اصلا اینجا سر وایستا من ازا در من یا اون برفیل بگیر زوم کن. بگو دیگه. خب ما داریم میریم کافه بیلربه. کجا؟ بیلربه سالایی. بیلربی. سالایی. خب بعد اونم که پلی که میبینی پل معروف پل بوسفوره که اینجا بیشتر پل بواز نی؟ عمدش همون فرق نکنه پل بوسفور پل بهش میگن عمدش تموز شهیدان راه تموز. خیلی هم عالی. خیلی هوای دفعه چه سر پله ها رفته ایم، چه پله ها رفته ایم کیه؟ دیگه تو من هوا چطوره؟ هوا 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 چکسک وات. یه دونه اونجا خانه میبینم خیلی زیبا. خانه های مثلا چه چه ربطی داره؟ اینجا کاخ بیلربیه. هیچی درش اونجا وا میشه به سمت پل اونطوریه. آره بسته اصلا نه. باشه باشه بله. نه هوای سرد و مه‌آلود. پلو ببینید کلا تو مهه. ما اومدیم اینجا یکی از لوکیشن های فیلم های ترکی رو ببینیم. چشتیان امارت در واقع همون یالی چاپکنی اینجاست لوکیشن. اینجا کسی هم توش نیست برقاش خاموشه. اتاق فرید اون بالا اون اتاق خریده دیگه. آره اون اتاق فریده که از در بیارش اومدن تو. دارن یه کاری میکنن که تو اتاق فرید دارن یه دیزاین یه چیزی انجام میدن. اینم خونه یالی چاپکینه. اینم دیگه زبی امشب شب سوممونه. از خستگی و ترکی دیگه اومدیم خونه در واقع همون هتل و قراره تست جدید دیگه تست کنیم. امروز هم کلی چیزا جدید تست کردیم. حالا بعدا نشون میدم. این اسمش تریلیچه است. چایی رو درست کردم با تریلیچه که بریم بخوریم که ببینیم مزهش چجوریه. خب یکم نصفش بدم احمد، نصفش هم خودم برم که بخوریم که ببینیم چجوری. تریلیچه بخوریم. خب 1 2 3. موقعی که کیک رو درست میکنم تو شیر میریزم به مقدار خیلی زیاد. بعدش هم روش چیز داره نشون بدم. بعدش هم روش کارامل میریزم.
من حس میکنم که خیسیش خیلی زیاده، خیلی خیلی خیسه، وگرنه مزهش خیلی خوشمزه است. فقط اینکه حس میکنم مقدار شیرش خیلی زیاده. من اگه بخوام درست کنم یک مقدار از مقدار شیرش کم میکنم، ولی خب طعمش خوشمزه است. جاتون هم خیلی خالی. یه مقدار دیگه هم باز باقلوا خریدیم، قدیمی هم هنوز مونده که دیگه بریم بخوریم. جاتون حسابی سبز فعلا.